خب این هم یکی از ویلاهای همین مجموعه هستش که به متراژ عرصه 832 متر مربع که متری حدوداً 1000 پوند به فروش داره میرسه. همونطوری که میبینید عرض کردم در توپوگرافی زمین واقع شده و ویلاها در شیب هستند و همه ویلاها ویو دریا رو دارند. از طبقه بالا اتاق خوابها و تراس ها و بالکن ها هم ما ویو دریا رو خواهیم داشت. این استخر این مجموعه هستش و مجدداً یک آشپزخونه ای رو شما مجدداً جلوی آشپزخونه اصلی واحدتون دارید که میریم داخل مجموعه و داخل بنا رو به اتفاق میبینیم. خب اینجا ورودی ویلا هستش. میبینید یک حیاط بسیار زیبایی داره و همینطور پارکینگ سرپوشیده که محل پارک 2 تا خودرو رو داره. باز هم یک درب بسیار زیبا در ورودی خودنمایی میکنه و مجددا وقتی که وارد ویلا میشید به صورت قرینه با ویلای اولی حال پذیرایی بسیار بزرگ و جادار رو دارید که مجددا رو به دریا هست و در سمت آسمون آشپزخونه مجموعه رو میبینید که به آشپزخونه بیرون راه داره. در طبقه پایین شما اتاق لاندری دارید، یک سرویس دارید، یک اتاق خواب کوچیک مهمان و از این فیلتر که رد میشیم داخل اتاق خوابمون سرویس قرار گرفته. و مجددا در طبقه بالا اتاق خواب ها رو داریم و 3 خواب در این ویلا طراحی شده که اولین خواب این ویلا رو به اتفاق ببینیم. در بدو ورود یک پروبینگ روم، چنجینگ روم، سرویس همون دستشویی و یک خواب بسیار بزرگ رو به تراس و دریای مدیترانه. به صخره‌های مجموعه دید داره و همینطور از خوابهای دیگر مجددا به این بالکن و تراس راه داریم. این هم یکی از خوابهای همین ویلا با سرویس همون دستشویی و اتاق خواب دیگری که سرویس و کمد و فرنچ بالکنی داره مجددا رو به دریا. این ویلاها آماده تحویل هستند، سندشون آماده انتقال هست. دوستانی که تمایل به خرید اقساطی هم باشن میتونن که با ما ارتباط بگیرن، متناسب با شرایط خرید شما، متناسب با شرایط پرداختیتون ما بهترین پیمنت پلان رو در اختیار شما قرار خواهیم داد.